مثل من رنج برد سالها و خوشبختانه سالها هم پاک زیست و پاک بود. اما شاید برای کسی و کسایی که روی این منبر میشینند اصلا ایران و مشکلات ایرانی براشون اهمیت نداشته باشه. لذا گفتم به جای اینها که قرار بود از مشکلات مردم بگن و ما رو به بهشت برسونن، من چند خطی رو در رسای رنج مردمان سرزمین و خصوصا شهر ما عرض کنم. شازن شهر کوچیکی اما غمهاش خیلی بزرگه. این چندمین نفریه که تو همین امسال خودش رو اعلام کرده، از تحصیل کردهش گرفته تا جوان جوشدارش که امروز در مجلسش نشسته. چه اهمیتی داره برای حضرات؟ گرچه ما در دوران رأی دادن هستیم و هنوز هم کمی ما را آدم حساب میکنن، چون رأیمون هنوز براشون ارزش داره. من پرسش دارم ازشون، چه کسی تا الان پیگیری کرده این شهر این همه اعتیاد داره، این همه بیکار، این همه فقر، اصلا برای کدامشون اهمیت داره؟ مگر جلوی همین مدرسه رأیشون را با مواد مخدر خرید و فروش نکردن؟ شرف داشته باشید بگید من دروغ میگم، توف بندازید همینجا تو صورت من 10 قدم اونورتر. شیشه، رأی با هروئین و شیشه، اینا میخوان مشکلات من تو حل کنن؟ اینا غم ما دارن؟ پرسش دارم ازشون، بپرسید برای شما ایران اولویت داره یا عراق، سوریه، لبنان؟ بپرسید اولویت برای شما مردم یا ولی فقیر؟ دوره ارباب رعیتیه، همه برای یکی ارباب همه، رنج از آن یکی، گنج از آن یکی، رنج از آن همه. قرار بود ما رو به بهشت هدایت کنید، عدالت. ما رو گرسنه نگه داشتید. آقا موقع انتخابات با نیستان گونی برنج و روغن رأی ما رو بخرید. این شد شرافت؟ این شد عدالت اسلامی؟ کی رأی نفروخت؟ خدا وکیلی. اگر حرفامو تایید میکنید صلوات بلند خط کن. ما رو گرسنه نگه داشتن، موقع انتخابات با پیت حلب و روغن رأیمون با برنج میخرن، با 20 تومن 10 تومن عکس میگرفتن از رأیا، خرید فروش که آقا ببین ما دارم مینویسم فلانی، بعد حساب میکردن. هر کس شک داشت بیاد اینجا، مدارک، مستندات، شاهد، افراد. خب اینا قرارن نگران این باشن که کسی توی شهر خودکشی میکنه، علتش چیه؟ مشکل اینی دارن که آقا خانم از گرسنگی خودفروشی نکنه، بکنه، بدزده. چرا آمار واقعی سرقت تو شهر نمیگید؟ چرا آمار خودکشی رو نمیگید؟ آمار جرایم نمیگید؟ خجالت نمیکشید از این همه کم به درک اعتیاد؟ میگن ملاحظه بالاترین نفر رو بکن. تو مملکتی که بالاترین نفر باید پاسخگوترین نفر باشه، اتفاقا به هیچ کس پاسخگو نیست. و وقتی از اون سخن نمیگویی یعنی شما به هیچ وجه حرفی نزدید. حکومت اسلامی، علی، عمر، عثمان، هر کس که بود در مقابل مردم پاسخگو بوده. شما هم میگید حکومت اسلامی باید پاسخگو باشه. ما تعارف با کسی نداریم، یعنی من تعارف با کسی ندارم. آقایان، تا ثابت نشود که من ولایت مدارم، صلاحیتم تایید نمی شود. عزیزان من میشناسم، مخبر و وظیفه اطلاعاتی دارم، اینجا هستن، روبروی اینها دارم حرف میزنم با آگاهی کامل. شما تا ثابت نکنید که ولایت مدارید به مقامی نخواهید رسید و وقتی به مقامی نرسید پولی در اختیار ندارید تا اختلاس کنید. توی مملکتی که تا بخوای پرسش کنی، من پیشنهاد میکنم به شما، حرفم میخوام خلاصه کنم.
مردم باید بدونید صاحب حق شما هستید. باید پرسش کنید. از من وکیل دادگاه که وکیلت شدم بپرس برای پرونده من چه کردی؟ بپرس از مسئولین که پول بیت المال رو برای چی در سوریه و لبنان و عراق خرج میکنی وقتی خودمون گرسنه‌ایم؟ مثال میزنم، دادگاه توره هممون رو توی بارون کرد بیرون. گفتیم برای چی؟ گفت شلاق داریم میزنیم، حدیه با شورت باید برید بیرون. گفتیم اتاق اجرا احکام تو سالون بزن، زن بچه مردم زیر بارون بودیم، شاهد همه هستن، قاضی دادگاه یک رو زیر بارون بودیم. گفتیم ملتی، حکومتی که خودش سرمایه نداره برای راحتی مردم خودش یه اتاق بگیره برای اجرا احکام که شلاق رو جوری بزنه مردم زیر بارون نباشن، نباید پولش رو بده به سوریه. اونهایی که موافق بودن صلوات بفرستن به خط کنن. امیدوارم پاسخ گرفته باشید. از طرف خانواده محترم ابراهیمی صنایع چوبی توسی